سلام و درود خدمت همراهان همیشگی فیلمستان. امروز اومدیم با 4 تا فیلم اکشن که هر سکانسش یه انفجاره. اگه عاشق هیجانی تا آخر این ویدیو همراه من باش. اولین ویدیویی که میخوام بهتون معرفی کنم سیسو. وسط بیابونای فنلاند یه پیرمرد معدنچی به اسم آتامی کورپی طلا پیدا میکنه، ولی نازی‌ها سر راهش سبز میشن تا طلاشو بگیرن. اما چیزی که نمیدونن اینه که این پیرمرد یه افسانه زنده است. نه حرف میزنه نه رحم داره. سیسو یه اکشن خفن و بیوقفه است با صحنه‌ای که داره فک تو میرزونه. اگه از فیلمایی مثل جان ویک خوشت میاد این یکی رو اصلا از دست نده. شماره 2 کاپیتان فیلیپس. تو سال 2009 یک کشتی باری وارد یکی از خطرناکترین آبهای دنیا میشه، اما چیزی که کسی انتظارش رو نداره حمله دزدان دریایی سومالی. 4 مرد مسلح کشتی رو تسخیر میکنن و زندگی خدمه به خطر میفته. کاپیتان فیلیپس با شجاعت خودش رو بین اونها و خدمش قرار میده تا نجاتشون بده. این فیلم یک ترکیب فوق العاده از دلهره، فداکاری و مبارزه برای زنده موندنه، با بازی خیره کننده تام هنگس. یک داستان واقعی از شجاعتی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. شماره 3 استخراج 2 تایلر راک، سرباز سابق و مأمور نجات حرفه‌ای، بعد از نجات معجزه‌آسا از مرگ، این بار مأموریت داره یه خانواده بیگناه رو از چنگ یکی از خطرناکترین تبهکاری گرجستان نجات بده. این موضوع فقط نجات نیست، این خانواده خواهرزن سابقشه و بچه‌هاش مثل فرزندای خودشن، پس این بار پای احساسات هم وسطه و تایلر باید با گذشته تلخش روبرو بشه تا آینده اونا رو نجات بده. شماره 4 جادوگر. فکر کن یه دختر آروم و بی دردسر توی روستای کوچیک زندگی میکنه، اما گذشته تاریکی که حتی خودش یادش نمیاد ناگهان در خونش رو میزنه. جای اون دختری با قدرت‌های عجیب یک دفعه تبدیل میشه به هدف یه سازمان مرموز که میخوان نابودش کنن. اما مشکل اونا اینه که هنوز نفهمیدن دارن با کی طرف میشن.